بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، عرض ادب و احترام، سلام و درود. سلام به همگی محبر همگی شما عزیزان و مهمانان خوب و ارجمند کانون تدوین فیلم دانشگاه علمی کاربردی واحد 48. چه افتخاریه که امروز در این لحظه خاص در جمع گرم و پرستاره شما هستم. من رحیم پور هستم و این افتخار رو دارم که مجری مراسم اختتامیه جشنواره سینماکات 48 باشم. امروز قرار کنار هم مسیری رو مرور کنیم که با دوربین تدوین، خلاقیت و عشق به سینما ساخته شده. اینجا ایستاده ایم تا به نمایندگی از همه شما چراغ این جشن رو روشن نگه دارم. لازم می‌دونم در همین آغاز از طرف مدیریت محترم و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ هنر واحد 48 جناب آقای دکتر حسینی، اساتید گرامی و تمامی عوامل اجرایی عزیز برای میزبانی این رویداد مراتب ادب و قدردانی خودم رو ابراز کنم و از لسان یکایک شما میهمانان ارجمند و همراهان عزیز عرض خیر مقدم و خوش آمد داشته باشم به مراسم اختتامیه جشنواره سینماکات 48. خیلی خوش آمدید. امیدواریم که جلسه و برنامه‌ای در شأن شما بزرگواران داشته باشیم. باز غزل در غزل آغاز شد، یارب فکر تو آمد نفسم باز شد. باز من و شور و دمادم ز تو، باز تو و حال دلم ساز شد. نابترین لحظه هر انجمن، پروردگارا با نام تو هر مجلسی آغاز شد. ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز. ای کویر تو بهشت جان من، ای جان عشق جاویدان من، ایران من، وطنم پاره تنم، ای زادگاه میهنم، خاک تو بوسه میزنم. ایران آفتاب اقتداری، برقرار و استواری. ایران در کمال پارسی، سرافرازی، سربلندی و مباهات. در دنیای تصویر همیشه کسانی هستند که فقط تدوین نمی کنن، بلکه با نگاهشون آموزش میدن، با دقتشون مسیر خلق رو روشن‌تر میکنن. استاد قلمی، مدیر محترم گروه تدوین واحد 48، از جمله همین افرادن، کسانی که کارشون فقط تدوین نیست، تربیت نگاهه. ما امروز خوششانسیم که در کنار جشن نگاهی به آموزش هم خواهیم داشت و چه فرصتی بهتر از این که از استاد قلمی عزیز دعوت کنیم تا با برگزاری یک ورکشاپ تخصصی نه تنها تجربهشون که شوق یادگیری رو به ما به اشتراک بذارن. استاد محترم، افتخار بزرگیه اگر با حضور گرمتون این بخش از برنامه رو آغاز کنیم. خواهش می‌کنم به افتخار ایشون تشویق بفرمایید. قبل از هر چیز از دوست خوبمون تشکر میکنم که به عنوان حالا مجری برنامه تشریف آوردن و قرار هستش که در کنار شما این برنامه رو با انرژی و حرارت هرچه بیشتر برگزار بکنن. بچه‌ها این برنامه مال خود شماست و خودتون همراهی کردید، خودتون مسبب به قول معروف شکل گرفتن این برنامه بودید و انشالله ما تمام تلاشمون این هست که امروز روز خوبی برای بچه‌های تدوین و مهمانان عزیزی که تشریف میارن باشه. قبل از اینکه ما برنامه‌های بعدیمون را شروع بکنیم، آغاز بکنیم، مقرر شد با توجه به نیاز بچه‌های خوب گروه تدوین یک تایم کوچولویی رو من در خدمتتون باشم برای ورکشاپ دکوپاژ و استوری بورد. حالا دکوپاژ و استوری بورد رو خیلی ها فکر میکنن که خیلی چیز ساده است و کاری نداره و الان هم که دیگه هوش مصنوعی اومده و این مسائل اینجوری. خیر،
قبل از هر چیزی من باید به شما بگم که دکوپاژ و استوری بورد صرفاً ابزاری نیست که با هوش مصنوعی بشود درست کرد یا نشود درست کرد و غیره. دکوپاژ و استوری بورد اصل کار سینماست، چه برای بچه‌های کارگردانی و چه برای بچه‌های تدوین. من به همه بچه‌های سینمایی عرض کردم و گفتم بچه‌ها ما در سینما هیچ تفاوتی بین شاخه‌های مختلف قائل نمیشیم. سرکار خانم دکتر شکوفی خیلی خوش اومدین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. دوستان به افتخار سرکار خانم شکوفی مدیر محترم گروه طراحی لباس برنامه بسیار خوبی رو داشتن. فکر می‌کنم خانم دکتر شکوفی شما جشنواره فجر هم برنامه خواهید داشت، درسته؟ دوستان حتما در برنامه لباس اقوام که سرکار خانم شکوفی طراحی و آماده کردن برای جشنواره فجر تشریف ببرید و حضورتون باعث میشه که هم بچه‌های طراحی لباس خوشحال بشن، هم خود سرکار خانم شکوفی قطعاً از حضور بچه‌های تمام رشته‌ها در نمایشگاهی که برگزار میشه استقبال میکنن. یه چیز خیلی جالبی که من عذر میخوام در بین برنامه‌ام عرض کردم اینه که این برنامه جدیدی است. حتما این برنامه رو تشریف ببرید و حضور داشته باشید. برمیگردم به بحث دکوپاژ. خب من اجازه میخوام اگر بچه‌های خوب گروه تدوین اجازه بدن از خودتون مثل کلاسام کمک بگیرم. شاید هم از مهمان برنامه‌مون آقای علیرضا ناصحی به افتخارشون دست بزنید کمک بگیریم. آقای علیرضا ناصحی، حالا مهمان دیگه هم میاد که ایشون هم حتما ببینید و ان شاءالله از حضورشون استفاده بکنید. آقای ناصحی بازیگر، صداپیشه و یک هنرمند تمام عیار در شاخه‌های سینما، رادیو و هنرهای نمایشی هستند. در حال حاضر یکی از نقش‌های اصلی نمایش شاهلیر به کارگردانی خانم الیکا عبدالرزاقی رو هم کنت، درسته؟ نقش کنت رو ایفا میکنن و حتما تشریف ببرید کار رو ببینید. کار مدرنی است و انشالله دیدنش هم لذت خواهید برد. استاد قریشی هم به افتخارشون دست بزنید. بچه‌ها تشریف آوردن. بفرمایید آقای قریشی. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. دکوپاژ دوستان در حقیقت اگر کار هنرهای نمایشی، چون وقتمون خیلی فشرده هست، من اجازه میخوام که در همین تایم فشرده براتون در مورد دکوپاژ و استوری بورد مطالبی رو بگم که انشالله استفاده بکنید و به باقی در واقع قسمت‌های برنامه خودمون هم انشالله امروز برسیم و خیلی شما رو خسته نکنیم. دکوپاژ برگرفته از میزانسن در روی تئاتر. بچه‌هایی که کار نمایشی انجام دادن بهتر میدونن. میزانسن یعنی قرار گرفتن یک شی روی صحنه. الان من اینجا یک میزانسن هستم. نه، من میزانسن نیستم یا هستم. هر حرکت من و هر جابجایی من یک میزانسن هست، یک مسیری است برای بیان نظر کارگردان در خصوص طراحی حرکت من یا هر چیزی که اینجا چیده میشه. وقتی ما اینو میاریم در قالب سینما تعریفش میکنیم، دیگه صحنه نمایشی وجود نداره، یک دوربینی وجود داره که مرتب دنبال این اتفاقات باید حرکت بکنه. نوع حرکت دوربین، نوع قرار گرفتن و استقرار دوربین و هر آنچه که دوربین به شما تماشاگر نشون میده میشه دکوپاژ. عدسی چه هست، زاویه چه هست و اینها همشون بخشی از فرایند دکوپاژ هستن. پس یاد گرفتیم که دکوپاژ حرکت دوربین و محل استقرار دوربین بر روی صحنه، در لوکیشن، هر جایی که شما فکرشو بکنید. اصلا ممکنه لوکیشن یک فیلم سینمایی روی صحنه تئاتر باشه، فرق نمیکنه. اتفاقات روی صحنه تئاتر میفته، مثل مجموعه کارهای اسکریم، جیغ اگر دیده باشید، چون فضای دانشگاهی است، اتفاقات خیلی جاها روی صحنه نمایش میفته و اون قاتل سریالی میاد و بچه‌ها رو قتل عام میکنه. پس دکوپاژ رو ان شاءالله دوستان حتما متوجه شدن که دکوپاژ حرکت دوربین به دنبال طراحی کارگردانه، نه اینکه خود دوربین بخواد هر جو دلش بخواد حرکت بکنه. اینو من دارم خدمت بچه‌ها عرض میکنم. بچه‌ها دوربین رو دست حرکت کردن هر جایی نمیتونه یک دکوپاژ صحیح باشه. یک دکوپاژ شاید تمرینی و ذهنی باشه. پس دوربینتون رو وقتی جایی قرار میدید دوستان تدوین و کارگردانی، دوربین شما بر اساس دیدگاه کارگردانتون و طراحیش حرکت خواهد کرد. سرخود حرکت کنه چیزی نیست که بخواد تماشاگر رو
جلب بکنه. تاریخچه دکوپاژ فکر میکنید به چه زمانی برمیگرده؟ چون خیلی از این سینمایی‌های فعلی از هنر نمایش وارد سینما شدن. گریفیس کارگردان تئاتر، بازیگر تئاتر، خاک صحنه رو خورده و به همون سبب تبدیل شد به گریفیس طراح حرکت، گریفیسی که به چهره و مایم خیلی توجه بیشتر داشت تا به اینکه مثلا کلیات یک بازیگر رو ببینه و سبب شد تا تدوین تداومی در سینما تعریف شد. پس دکوپاژ تاریخ مشخصی نداره. دقیقاً زمانی که سینماتوگراف شکل میگیره دکوپاژ هم با اون شکل میگیره. ما تصاویر انتخابی زیادی رو اینجا با کمک بچه‌ها آوردیم. انتخابی از این نظر میگم که بهترین ها رو سلکت کردیم که دختر من خانم شادی نفرک داره زحمتشو میکشه. این استوری بورد که من یه توضیح بهتون بدم. اول میدونید استوری بورد تاریخچش به کی برمیگرده؟ عوض نکنید فقط دخترم. به کی برمیگرده؟ استوری بورد زمانی که کمپانی والت دیزنی شروع به فعالیت کرد، خیلی‌ها نمیدونن. کمپانی والت دیزنی با اون انیمیشن های جذاب و دوست داشتنیش در دهه 30 اگر اشتباه نکنم، دهه 30 میلادی اولین استوری بورد رو در دنیا تعریف کرد. همه فکر میکنن میگن نه هیچکاک این کارو کرده. بله هیچکاک این کارو کرد، ولی هیچکاک زمانی این کار کرد که دیگه استوری بورد کاملا پخته شده بود و رسیده شده بود و دیگه به زبان امروزی آماده بهره برداری بود. بنابراین زمانی که والت دیزنی استوری بورد رو در دنیای انیمیشن تعریف میکنه، سینماگرا متوجه میشن که بله استوری بورد یک چیز الزامی و ضروری است که متاسفانه ما شاید در سینمای خودمون کم و بیش داریم. من امروز در این تصاویری که اینجا سلکت کردیم در این تایم کوتاه خدمتتون ارائه میکنم، از دوستان بچهای خوب دانشگاه خواهش کردم با کمک هوش مصنوعی بعضی از کارگردان‌های صاحب ناممون را هم وارد فضای استوری بورد کردن، چون عملاً در کارشون استوری بورد وجود داره. استوری بورد یعنی چی؟ استوری بورد یعنی بگید فیلمنامه مصور. بورد میشه تخته، ولی هیچ وقت ما نمیگیم بگیم تخته داستانی، درسته؟ خیلی خنده‌دار و مضحکه. ما میگیم فیلمنامه مصور. فیلمنامه مصور. پس استوری بورد فیلمنامه مصور هست. بعد از دیزنی ما 3 تا 4 تا کارگردان خوب رو داریم در عرصه سینما که روی این قضیه به شدت متمرکز بودن و کار کردن. اولین نفرش آلفرد هیچکاکه. اگر دخترم برگردید به فیلم سایکو، این یک استوری بورد تقریبا میتونم خدمتتون بگم، من سعی می‌کنم با صدای رسام صحبت کنم که استفاده بکنید. اینی که شما می‌بینید معروف ترین سکانس فیلم روح یا سایکو هست. در ایران دوبله شد توسط در واقع تیم دوبلاژ اون زمان به نام روح، چون واژه روانی خیلی برای در واقع تماشاگرها واژه جالبی نبود. روح چون داستانش شما میدونید نورمن بیتس توسط روح مادرش یا حقیقی یا مجازی تسخیر میشه و 2 شخصیتی میشه، یه بیمار اسکیزوفرنیک وحشتناک. سکانس قتل جنت لی در حمام، این اون سکانس معروفی است که خیلی‌ها خواستن شبیهشو بسازن و مطلقاً این اتفاق نیفتاد متاسفانه. اسلاید بعدی مربوط به فیلم The Birds، پرندگان هیچکاک هست. شاید Birds در نوع خودش یک کار مدرن و جدیدی بود از خشم طبیعت یا خشم الهی یا هر چیزی بر علیه مردم، ولی هیچ کدومشون موفقیتی که در فیلم سایکو وجود داره رو نداشتن. شاید شما در سرگیجه باز اینو ببینید که حالا ما امروز متاسفانه نداریم، ولی در برز هم شما میبینید نوع نگاه کارگردان. شما دیدید در کارهای آلفرد هیچکاک، بچه‌ها دقت کردید روی چهره، روی در واقع کلوزآپ خیلی کار میشه، رو مدیوم کلوز شات ها خیلی کار میشه، خیلی وقتا روی بگید خیلی وقتا روی لانگ شات های خیلی خوب کار میشه. خیلی زیاد روی مسائل کار میکنه هیچکاک فقید و شما اینجا میبینید. بنابراین ما اولین قدم رو توسط آلفرد هیچکاک به نوعی در سینما میبینیم که برداشته این رو. بنابراین من خواهشم این هست که حتما کارهای آلفرد هیچکاک رو از ابتدای یک سری بشینید ببینید و از دیدنش لذت ببرید و درس بگیرید. بریم برای اسلاید بعدی دخترم. اسپارتاکوس. ما از آلفرد هیچکاک فقید فاصله گرفتیم و سراغ بچه‌های تدوین
استنلی کوبریک داستان پرداز، کوبریک پیشرو. کوبریک در سینمای خودش بسیار پیشرو بود. شما بخشایی از اسپارتاکوس رو میبینید. فیلم اسپارتاکوس رو قطعا دید با بازی کرک داگلاس و بقیه بازیگرا. شما در این فیلم درست برخلاف هیچکاکی که بسیار دقیق بود روی چهره، و البته نمیگم کوبریک این کارو نکرده، خیلی جزئیات بیشتری رو میبینید که استنلی کوبریک عکاس سابق، خبرنگار سابق و هنرمند سابق از یک خانواده ثروتمند و فیلمساز آتی به یک همچین نتیجه‌ای در فیلم اسپارتاکوس میرسه. اباحت حملات برده‌ها بر علیه رومی‌ها و بالعکس. این یکی از اون مهمترین، شاید میشه گفت، کارهایی است که کوبریک در اولین کارهایی که داشت تولید میکرد بهش رسید. کار بعدی لطفاً. خب این یکی از بهترین و شاید هولناکترین فیلم‌های استنلی کوبریک است به نام The Shining. مرسی. درخشش. توصیه میکنم بچه‌هایی که میخوان فن تدوین، حوصله تدوین و کارگردانی دقیق رو یاد بگیرن، حتما فیلم شاینینگ رو 2-3 بار ببینن. به خاطر طراحی صحنه، به خاطر کار خوب صدا، کاری که کوبریک با صدا کرده، با صدای محیط، نه هیچ موسیقی خاصی و نه هیچ عجیبی. اون وحشتی که صدای ترسناک داخل اون هتل اوورلوک به تماشاگر میده رو شاید هیچ فیلم دیگه ای نداشته و نتونسته به تماشاگر بده. تنها استوری بوردی که ما تونستیم پیدا بکنیم یک نمای کلی بود از هتل اوورلوک. حالا شاید باز هم جایی بوده، ولی ما هر چی گشتیم متاسفانه نتونستیم پیدا بکنیم. همین نمای کلی که من البته یاد بکنم از این که کوبریک بسیار آدم سختگیری بود. جک نیکلسون و شلی دووال، که شلی دووال رو متاسفانه ما از دست دادیم چند ماه، فکر کنم 2 سال پیش به علت بیماری. بازیگر زن مقابل جک نیکلسون، جک تارنس، در فیلم شاینینگ تعریف میکنه که کوبریک موقع ساخت اثر بلایی سر ما آورده که ما دیگه هیچ وقت حاضر نشدیم بریم دوباره باش کار کنیم. هر پلان رو استاد چند بار فکر میکنید برداشت کرده؟ بالای 20 تا 30 بار، یعنی بلایی سر بازیگرا آورده بود که یا یه کار دیگه میکرد. کار با مزه‌ای که میکرد این بود که وسط ضبط دیالوگا رو عوض میکرد، میگفت این دیالوگا رو دوست ندارم، و جک نیکلسون میگفت من دیالوگ رو حفظ کردم، من چی به تو بگم آخه؟ هیچی. میگفت عوضش کردم، باید همونو بگی، اون به درد نمیخوره. خیلی مهمه. الان بعیده کسی جرأت کنه با بازیگرای الان توی سینمای خودمون، درست آقای ناصری؟ الان بعیده کسی با بازیگر خودمون تو سینما بخواد یه همچین کاری رو انجام بده. قرار میکنم وسط پروژه قرار دادم فصل کنم یا آقا من حوصله ندارم، چیکار داری میکنی؟ ولی با کوبریک نمیشد شوخی کرد. کار بعدی دخترم، فیلم درخشش، شاینینگ رو حتما ببینیم. کار بعدی لطفاً. میرسیم به استیون سپیلبرگ، یکی از ماجراجوترین و البته بیزینسی ترین به قول خود دوستان و البته دقیق و جدیترین کارگردانان سینمای هالیوود. اسپیلبرگ هم در دنیای سینمای میتونم بگم پیشرفته و هم در سینمای تجاری در هر دو تا مسیر خیلی خوب قدم برداشته. اینی که شما میبینید از فیلم جوز هست. جوز، آرواره ها. جاوز نیست. بعضی بچه ها میان میگن آقا فیلم جاوز رو دیدید؟ نه، جوز، آرواره های کوسه. اون موقع که ما کوچیک بودیم این فیلم معروف بود به آرواره های کوسه. و کاری که انجام داد اسپیلبرگ در نوع خودش بسیار کار سنگینی بود. کسانی که باهاش همکاری کردن، روی شایدر و ریچارد دریفوس، کسانی که سالها با استیون اسپیلبرگ همراه بودن، اذعان میکنن که اسپیلبرگ بسیار خلاقه. اسپیلبرگ در استوری بوردهاش دیگه اون نمای ساکن رو نداره، بیشتر حرکت داره. شما اینجا میبینید حرکت، اکت، بازی، هر چی که اسمشو میذارید، یعنی همه چیز در حال حرکته. من چقدر تایم دارم بچه‌ها؟ دارم؟ بسیار. و میبینید که
اگر الان هم بشینید کارهای خوبش رو ببینید، مثلا یه کار خیلی خوب دیگه ای رو ازش دیدید مطمئنا به نام The Schindler List یا نجات سرباز رایان. خب این دوتا کار خاص اسپیلبرگ کنار کارهای دیگه که من میتونم به جرئت بگم اسپیلبرگ در تمام ژانرها کار کرده. بچه‌هایی که فکر میکنن اسپیلبرگ صرفاً سراغ مهاجمین صندوقچه گم شده رفته یا سراغ مثلا چیزای تخیلی مثل ایتی یا همون عرض کنم به خدمت شما برخورد نزدیک از نوع سوم، نه، اسپیلبرگ با جرأت هرچه تمام‌تر در تمام ژانرها کار کرده و اینه که امروز یادگاری برای ما گذاشته و می‌بینیم که این کارگردان بنام و قدرتمند سینما یک همچین تصاویر عجیب غریبی رو برای ما داره. خب فکر کنم پریدیم سراغ یکی از کارگردانانی که شما به شدت بهش علاقه‌مندید به نام دیوید فینچر. دیوید فینچر میدونید از کجا وارد سینما شد دیگه. دیوید فینچر کارگردان موزیک ویدیو بود. چون علاقه بسیاری داشت به اون جامپ های عجیب غریبی که میدیدید تو کاراش اکثرا میبینید چجوری کات میزنه. مثلا شما در باشگاه مشتنی یکی از بهترین کارهای فینچر میبینید چطور فضاها مرتب تغییر میکنه، برش میخوره و تماشاگر رو با داستانی که یک داستان نه چندان حقیقی هم هست درگیر میکنه. شما البته جا داره من اینجا یاد کنم از فیلمبردار خوب کشورمون آقای داریوش خنجی که سالهاست داره با دیوید فینچر کار میکنه و برنده شدن فینچر در فیلم 7 یا چند فیلم دیگه‌اش رو باید مدیون آقای داریوش خنجی باشه. اینجا شما حرکت‌ها رو می‌بینید. دنیای دیوید فینچر دنیای موزیک ویدیو هست، دنیای حرکته. حرکتش به مراتب سریع‌تر هست از اون چیزایی که ما فکر می‌کنیم. دیوید فینچر کارگردان بسیار پیشرو و جسوری است. در اکثر داستانش حتی زمانی که میاد یک اپیزود از مجموعه الین رو کی دیده؟ یا به اشتباه میگید الین، الیناسیون، الین بیگانه رو دیدید حتما دوستان؟ اثر ماندگار دانشجویان تدوین عزیز، من از شما خواهش میکنم. آفرین، مرسی، یه چیزی بگید دیگه. از رایدلی اسکات این موجود رو خلق کرد، جیمز کامرون ادامش داد و دیوید فینچر کاملش کرد. حالا دیگه ژان پیر ژونه چقدر اذیت کرد و خوب و بد و اینهاشو بماند، ولی این نوع کار و این نوع تصاویری که شما میبینید بیشتر از هر چیزی فضاهای ساختار شکنانه است. من خیلی به ندرت میتونم اینجا به شما بگم خب الان شما اینجا دارید یک لانگ شات میبینید، اینجا دارید مدیوم میبینید. نه، انگار یک پازل به هم ریخته ای رو دیوید فینچر درست کرده که اینو گذاشته تماشاگر در موردش تصمیم بگیره. دیوید فینچر در مورد اینکه چه چیزی به شما ارائه میدن نیست. دیوید فینچر میگه من یه پازل به هم ریخته خیلی شلوغی رو به شما میدم و میچینم، ولی یهو ممکنه بریزمش به هم. شما باید با دنیای فینچر اینطوری ارتباط بگیرید. پس دنیای دیوید فینچر دنیای کاملا پیشرو و حتی قوی‌تر در خلق استوریبوردهای عجیب غریبه، استوریبوردهای ساختار شکنانه. باید جرأت کرد. بچه‌ها در دنیای سینما اولین چیزی که مهم هست اینه که باید جرأت بکنید. من می‌خواستم ابتدای عرایزم بگم که آلفرد هیچکاک چند تا در واقع میشه گفت از این کلمات قصار داره. یکیش خیلی جالب بود. برشته گفته بود من زمانی لذت میبرم که تماشاگر رو مثل کلیدهای پیانو به بازی بگیرم. خیلی جمله عجیب غریبیه. یعنی مرتب شما رو با یک فضای پر از هیجان و تعلیق و چیزهای عجیب غریب درگیر میکنه. تصویر بعدیمون دخترم، اینسپشن، وارد فضای کریستوفر نولان شدیم. کیا نولان رو اینجا دوست دارن؟ همین بعد شد نولان. الان کی جاشو گرفته؟ پس ببخشید استاد، کی جای نولان رو گرفته الان؟ که این بچه ها هر سری شما چرا اینقدر هر دفعه متغیرید؟ برای من خیلی جالبه. نولان و بچه ها عاشقش بودن تا چند ترم پیش، ولی این ترم اصلا مثل که فراموشش کردن. رفتن؟ عجب. نولان داستان پرداز، آدم بسیار بسیار دقیق و بسیار جدی در دکوپاژه، نه فقط در استوری بورد. حالا شما اینجا دارید استوری بورد رو میبینید، ولی دقت نولان در طراحی صحنه و دکوپاژش بسیار مهمه. برعکس همه اونهایی که دیدیم، نولان یک شاگرد خلفه بچه‌ها، یک شاگرد بسیار خلف و دقیق و در همه کاراش. حالا ما میگیم مشکل فیلمنامه داره، بسیار خوب، فیلمنامه‌اش خیلی برای ما قشنگ نبوده،
ولی شما در کاری مثل اینسپشن یا در مجموعه تریلوژی بتمن این فضای عجیب غریب رو میبینید. بتمن نولان بتمن دوست داشتنی بود. چرا همه دوستش دارن؟ به خاطر هیث لجر دوست ندارن، به خاطر طراحی نولان دوستش دارن. بتمنش بتمنی است قابل پذیرش در بین مردم. حالا اون شعر بتمن رو نخونید لطفاً، اونی که الان بچه‌ها میخونن. بسیار بسیار بتمن دوست داشتنی رو درست کرد در بین مردم و مردم میپذیرن که یه قهرمانی در بین خودشون مبارزه میکنه، کتک میخوره، شکست میخوره، زخمی میشه و دوباره برمیگرده. و در قسمت سوم به یه نوعی انگار از داستان خارج میشه ولی حضور داره. پس ما در دنیای نولان الان شما در دارک نایت یا حتی اون اینسپشن معروف، اون فکر میکنم تلقین هست اشتباه نکنم اسم فیلم، جایی که لیوناردو دیکاپریو، عذرخواهی میکنم از دوستان سینمایی دنیا، لیوناردو دیکاپریو وارد اون فضاهای پیچیده خوابش میشه و ما وحشت میکنیم که مگه میشه آدم اینقدر لایه‌های خواب پیچیده داشته باشه. کار بعدیمون اگر داریم، اومدیم سراغ دنیای آقای بهرام بیضایی، استاد بهرام بیضایی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در دنیای آقای بهرام بیضایی هم دکوپاژ داریم و بچه‌های خوب گروه تدوین زحمت کشیدن، خودشون استوری بورد کردن. این جای تقدیر داره بچه‌ها. یعنی واقعا باید الان فکر کنم یه دست به خاطر دوستانتون بزنید که این دکوپاژ با هدف این که ما بگیم آقای استاد بهرام بیضایی هم یک استاد بلا منازع دکوپاژ و استوری بورد در دنیای خودش. همینطوری نمیاد در باشو غریبه کوچک توجه ما رو جلب کنه. فکر کنم باشو هست، درسته. و هیچ وقت هم نمیاد در فیلم شاید وقتی دیگر ما را اذیت بکنه. طراحی میکنه از کابوس‌های یک زن بیچاره‌ای که در گذشته با سختی فرزندش رو بزرگ کرده، از مشکلی که برای این زن در آینده به وجود اومده، از خواهر گم شدهش. اگر کار شاید وقتی دیگر رو ندیدید، من خواهش میکنم حتما این کار رو چندین بار، یکی از بهترین های کار، نمیگم حتما بهترین ولی به جرئت میگم من زمانی که این فیلم رو دیدم شاید 16-17 سالم بود، 5 بار دیدم شاید وقتی دیگر رو، 5 بار، سال 67. بسیار این فیلم رو من تاثیر گذاشت که این مسیر رو بیام و اینجا در خدمت شما باشم. کار بعدی دخترم، اومدیم وارد فضای استاد داریوش مهرجویی شدیم. روحش شاد. واقعا جای استاد داریوش مهرجویی بسیار خالی هست. من نمیدونم به چه دلیل این اتفاقات افتاد و کاری هم بهش ندارم، ولی ما در دنیای آقای داریوش مهرجویی هم دکوپاژ داریم. خیلی بچه‌ها به من گفتن آقا ما اصلا تو سینما ایران دکوپاژی نداریم، ما اصلا کارگردانی ندید. چرا نداریم دوستان من؟ آقای بهرام بیضایی رو داشتیم، مرحوم داریوش مهرجویی رو داشتیم و برید برای اسلاید بعدی که من عرضم رو به پایان ببرم. استاد مسعود کیمیایی. استاد مسعود کیمیایی کسی بود که یک سینمای داستان پرداز شخصیت محور رو در سینمای ما به قول معروف میشه گفت شروع کرد. نمیشه براش هیچ واژه بهتر از شروع کرد رو بذاریم. این سینما رو شروع کرد برای ما انگار. این سینما رو برای ما دوباره از اول تعریف کرد. هنوز که هنوزه شما اون تیپ قیصر رو در جاهای مختلف تهران میبینید. قیصر رو قبول دارن، بلوش رو قبول دارن، رضا موتوری رو قبولش دارن، خیلی ها رو قبول دارن به خاطر دنیای استاد مسعود کیمیایی. این فکر میکنم بخشی از فیلم حکمه. ببینید تمام این تصاویری که شما اینجا میبینید درسته، شاید اون پیچیدگی های عجیب غریب کارهای هیچکاک یا فینچر یا کوبریک رو نداشته باشه، ولی یک هویت داستانگوی قهرمان محور رو داره. واژه‌ها پیچیده است ولی بپذیریم ما در سینمای خودمون همچنان پیشکسوتانی رو داریم که قابل احترامن. آقای مسعود کیمیایی بسیار شخصیت قابل احترامی است و داره با شرافت زندگی میکنه. حاضر نشده خودش رو فدای سینمای جدید خاصی بکنه که الان متاسفانه داره دیده میشه. من هیچ تعارفی ندارم که اینو بگم که متاسفانه سینمامون سینمای خوبی نیست الان بچه‌ها، و شما میتونید کمک بکنید. اگر داستان دارید، اگر قصه خوبی دارید، نه به مسابقه قصه های سریال ها که میبینید، نه، قصه خوب بگید، شخصیت پردازی بکنید، بذارید شخصیتاتون قابل لمس باشن، بذارید تماشاگر ارتباط بگیره، در لحظه عاشق شخصیت نشه بعد بذارتش کنار.
شخصیت‌های قشنگن که مثل اینها هستن، مثل قیصر، مثل قهرمانان فیلم حکم، مثل مرحوم هادی اسلامی در فیلم سرب. اگر فیلم سرب رو دیده باشید، شخصیت‌های ماندگاری بودن. ما در فیلم اجاره نشین‌های استاد داریوش مهرجویی چه چیزایی رو می‌بینیم؟ عباس آقا سوپرگوشت رو می‌بینیم، غلام ترکیی رو می‌بینیم. ایناش کسایی هستن که وجود دارن تو جامعه، بچه‌ها ماندگارن. الان اگر هنوز برید دوباره بشینید فیلم رو ببینید، باز هم از دیدن اجاره نشین‌ها لذت میبرید. من فقط امروز فرصت کردم یک نیم نگاهی داشته باشم به دکوپاژ و استوری بورد. قطعاً دکوپاژ و استوری بورد بحث بسیار گسترده‌ایه. در یک ترم تحصیلی، حتی من بیشتر میگم در چندین ترم تحصیلی شما رو درگیر میکنه. ولی یک راه داره که بتونید درش موفق بشید بچه‌ها. تمرین. به همه دوستانم عرض کردم تمرین کنید، نترسید. غلط هم کشیدید پاک کنید، دوباره کشید و اصلاح بکنید. امیدوارم که انشاءالله با کمک شما سینمای کشور خودمون به اون ارتقای لازمی که باید برسه. من این آینده رو میبینم، مطمئنم شما این کار رو خواهید کرد، به شرطی که با ابزار سینما آشتی بکنید، با ابزار سینما دوست باشید. اینو در اختتام، در واقع میشه گفت اختتامیه عرایزم بگم، حالا خود مراسم اختتامیه است، در انتهای عرایزم میگم. ببخشید آقای علاقه‌مندان خوش اومدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم بزنید. بله. عمو ناصر بچه‌ها، عمو ناصر علاقه‌مندان در کنار استاد پرویز حسنلو که در جمع حضور دارن جزو بزرگترای دانشگاهن. بله به افتخارشون. بچه‌ها اینم آخر کلام من خدمتتون بگم. ببینید هوش مصنوعی خیلی خوبه، خیلی دوست خوبیه، خیلی زیاد، ولی دوستیه که اگه زیاد بهش بگید بیا تو، اون وقت میاد جاتون میشینه و شما رو میندازه کنار. به زبان خیلی ساده عرض کردم. دوست خوبیه به شرطی که بهش اجازه ندید زیادی بیاد نزدیک شه بهتون، فقط به اندازه‌ای که لازمه ازش کمک بگیرید. آرزوی موفقیت برای همه شما دارم. از جناب استاد قلمی عزیز بابت سخنرانی پرمایه، دقیق و الهام بخششون صمیمانه سپاسگزاریم. بی تردید شنیدن حرفای کسی که خودش سالها با تدوین زندگی کرده برای همه ما هم آموزنده بود و هم انگیزه بخش. امیدواریم در ادامه مسیر آموزش و خلق همچنان از حضور و نگاه ارزشمند ایشون بهره مند باشیم. سپاس از همراهیتون حضرت استاد. تشویق بفرمایید. I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down. Cause you know this, cause you know this sound. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name. These crashing waves wash over me like a hurricane. I'll captivate, you're hypnotized, feel powerful, but it's me again. Come, lay me down, cause I know this, cause I know this. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours, picture me.
call my name, let me just call my name. I'm yours to take in the middle of the night, in the middle of the night. Got a crazy taste on my tongue. The morning comes, I'm getting what is mine. You can't get yours. In the middle of the night, in the middle of the night. و حالا وقتشه که فضای صحنه رو بسپاریم به زبان بیواسطه احساس، به موسیقی، به صداهایی که نه فقط شنیده میشن بلکه حس میشن. دعوت میکنم از گروه هنرمند و خوش‌ذوق موسیقی واحد 48 تا با اجرای زندهشون و همراهی تیزر تصویری در بک‌گراند لحظاتی متفاوت و شنیدنی رو برامون رقم بزنن. لطفاً با یه انرژی گرم و یه تشویق واقعی ازشون استقبال بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. مرسی. بله، بسیار عالی. ممنون از این اجرای دلنشین و هماهنگ با تصویر. ادامه میدیم. سپاس از این ترکیب بسیار بسیار زیبا. بعد از موسیقی و تصویر حالا نوبت حرفاییه که پشت این قاب هاست، نوبت صدای کسانیه که کانون تدوین رو نه فقط یک نام که یک جریان فعال و پویا ساختن. دعوت میکنم از چهره جوان اما مسئول و پرتلاش کسی که در این مسیر سهمی مهم و مؤثر داشته، آقای محمد مهدی فرهمند، مسئول کانون تدوین،
تا روی صحنه میان و برای ما از قلب این کانون، از مسیرش، اهدافش و آیندهش بگن. آقای فرهمند. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز، سلام. در دل تاریکی سالن‌ها وقتی نور به پرده میتابه، انگار جادویی آغاز می‌شود. این جادو نه تنها تصویر را زنده می‌کند، بلکه قلب‌ها را به تپش می‌اندازد. ذهن را به سفر می‌برد و خاطرات را دوباره می‌سازد. ما اینجاییم که رویاها را تدوین کنیم. به افتخار خودتون. امروز که در کنار شما ایستاده ایم، به نمایندگی از بچه‌های تدوین واحد 48 اومدیم تا جایی برای عشق و تصویر باشه که صدا و برش و سرضرب آهنگ ما رو گرد هم آورده تا قصه رو از نو آغاز کنیم. و حالا پیش از آن که گوشه‌ای از تلاش‌های کانون تدوین رو به تصویر بکشیم، خواستم یه تقدیر و تشکری کنیم از استاد عزیز جناب آقای محمد رضا صدیق که ما رو در این راه، در این مسیر و این راه گذاشتن و خیلی لطف داریم از استاد صدیق. ما دعوتشون کردیم و چون سر ضبط سینمایی بودن نتونستن بیان. ما همواره از استاد صدیق یاد میکنیم به خاطر مباحثی که به ما یاد دادن، هوش مصنوعی ها و کارهایی که تو سینما به ما گفتن. و ما یک بخشی رو آماده کردیم برای اینکه ما مقطع کاردانی ترم 3 که بودیم، ما یک فیلمی به اسم A Short Love اثر آقای کیشلوفسکی و بعد بچه‌های خودمون اونو کپیش کردن و گفتم که شما ببینید. ما اینو تو بخش کاردانی اینو درست کردیم و بچه‌های تدوین همونطوری که استاد صدیق بهمون یاد دادن همواره میتونن هم فیلم سینمایی بسازن هم تدوین‌های خوبی انجام بدن. به افتخار خودتون. ممنونم از آقای فرهمند جوان و بسیار بسیار فعال بابت توضیحات کامل و نگاه دقیقشون به مسیر کانون. قدری میکنم. همیشه بعضی حرفا رو نمیشه گفت، فقط میشه حس کرد. دعوت میکنم دوباره همراه باشیم با صدای سازها و تصویری که در کنار اون قصه ای تازه روایت میکنه. در دل این روز هنری با پخش تیزر دیگر همراه با اجرای زنده موسیقی بشنویم و لذت ببریم. تشویق بفرمایید. بسیار عالی. سپاس از این ترکیب زیبا. در این بخش دعوتتون میکنم به تماشای تیزری کوتاه از فعالیت‌های یکی از چهره‌های
پرتلاش دنیای تدوین آقای موحد شادرو با هم می‌بینیم. سلام. ماشاءالله. اول صبح که نزدیک ظهر برنامه است، یه ذره همه دان شدید. خب من سلام می‌کنم خدمت همه. موحد شادرو هستم. خودم همیشه اینجوری معرفی کردم، تدوینگر، مدرس فن هنر تدوین. من هم در واقع دانشجوی واحد 48 فرهنگ و هنر بودم، رشته فیلمسازی البته، ولی از همون سالهای اولی که وارد دانشگاه شدم به واسطه اینکه کارهای کلاسی همکلاسیامو تدوین می‌کردم براشون و پایان‌نامه ها رو به جاشون کار می‌کردم به خاطر علاقه‌ای که داشتم، دیگه در همین در واقع مسیر تدوین موندم و فعالیت خودم رو توی این مسیر ادامه دادم. خیلی تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت کشیدن این تیزر رو و این برنامه رو تدارک دیدن. امروز اومدم اینجا تنها به این دلیل که به دوستای عزیزی که قدم تو این راه گذاشتن، دارن فعالیت میکنن، درس میخونن، تلاش میکنن، زمان میذارن، بگم که خب برای من این مسیر تقریبا دیگه الان بیش از 20 سال شده مسیر دلچسب و لذت بخشی بوده. سختی های زیادی داشته مخصوصا تو ابتدای راه، اما به هر حال برای من این شکلی بوده که این سختی ها همراه با شیرینی هم بوده و همیشه به این فکر می‌کردم که نتیجه کار یک گروه 40-50 نفره، 60 نفره، گاه هم بیشتر گاه هم کمتر، در نهایت زیر دست یک تدوینگر میاد برای اینکه به اون نتیجه نهایی خودش برسه، برای اینکه اون فرم نهایی خودش رو پیدا کنه، شکل نهایی خودش رو پیدا کنه. و خب از این بابت اگر از این دریچه بهش نگاه بکنیم، کار بسیار سخت، دقیق و شاید سنگینی باشه. شما محصول نهایی دستاندرکاران زیادی رو دارید بهش فرم میدید، شکل میدید و به اون خروجی نهایی میرسونید. یه روزی باید برای همه تایتل میکردی، تعریف میکردی که تدوین چیه، یا از شغلمون میگفتیم همین میپرسیدن خب تدوینگر چی کار میکنه. ولی خیلی خوشحالم که امروز به واسطه فضای مجازی و رشدی که این صنعت تو دنیا داشته شناخته شده تر هستش و حداقل دیگه خیلی لازم نیست که برای دوستان و اقوام و اینا توضیح بدی که دقیقا من دارم به عنوان تدوینگر چه کاری رو انجام میدم. توی این مسیر 20 و چند ساله‌ای که در واقع من اومدم، اگر شما هم تو اون نقطه قرار دارید و دوست دارید که حالا یک روزی تدوینگر فیلم‌های سینمایی بشید، تدوینگر سریال بشید یا تو بخش‌های مختلفی، من خودم تمام بخش‌های مختلف، قسمت‌های مختلفی تدوین رو دوست دارم. تدوین تیزر تبلیغاتی شاید خیلی‌ها مورد علاقه‌شون نباشه، فقط بخوان تو سینما فعالیت داشته باشن. برای خود من بعد از این سالها کشف کردم که امر تدوین مهم هستش و حالا تو هر شکلی که باشه دوست دارم که انجامش بدم. اما توی بخش ورود به فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی باید به دوستان بگم که یه مقدار با توجه به بازار عرضه و تقاضایی که این بخش داره برای تدوین خب سخت‌تر هستش. احتمالاً خودتون هم میدونید، تلاش کردید اگه اونایی که خواستن توی این مسیر ورود بکنن. صحبتم برای شما اینه که ناامید نشید، شبانه روز کارتون رو بکنید، با عشق کار بکنید، به ساعت‌ها نگاه نکنید، به دقیقه‌ها نگاه نکنید، لذت ببرید از این مسیری که داخلش قرار دارید و حتما
اون اتفاق در لحظه مناسب تو روز مناسبش برای همتون میفته. من یادمه که در ابتدای این مسیر چقدر تلاش میکردم، از اساتیدم کمک میگرفتم توی دانشگاه برای اینکه معرفی کنم به پروژه های مختلف ما رو برای کار، و شاید سالها به صورت کارآموز کار کردم، به عنوان دستیار کار کردم، مستقل سعی کردم پروژه های کوتاه رو خودم کار بکنم، کارهای همکلاسیامو کار بکنم، ولی خدا رو شکر امروز به واسطه اون تلاش‌ها شاید هم پروژه سینمایی تو دستم دارم برای تدوین، هم سریال، هم کار کوتاه، هم تیزرهای تبلیغاتی، و خدا رو شکر الان یک استودیوی تدوینی دارم که هم حالم باش خوبه، هم درآمد خوبی داره خدا رو شکر، و لذت سختی‌های این مسیر حالا دیگه به نتیجه رسیده و نتیجه داده. امروز اومدم بگم که اگر مسیر براتون سخته ناامید نشید، تلاشتون رو بکنید، اتفاق براتون میفته، ازش لذت ببرید. این کاری هست که اگر متوجه بشید چطوری توش قدم بذارید و فعالیت بکنید، همونطور که منو پیر نکرده شما رو هم پیر نمیکنه. امیدوارم که خوب و خوش باشید و توی این مسیر موفقیتاتون رو خیلی زود ببینیم و بشنویم. روند تدوینی و مسیری که برای تدوین در نظر گرفته میشه همونه، اما به هر حال تجهیزات و حالا اون نرم افزارها و استودیوها، مثلا از نرم افزار عبید کمپانی‌های بزرگ دارن استفاده میکنن برای تدوین و صداگذاریشون. خب اینجا ما این کار نمی‌کنیم، از نرم افزارهای دیگه استفاده می‌کنیم، اما مسیر تدوینی لاگ لاین نویسی اولیه، بخشبندی کارها، اسمبل، سینک، کرافکات و فاینکات در واقع یک مسیر مشخص شده که سالها همه همین مسیر رو دارن میرن. حالا من همیشه به هنرجوهای خودم میگم که نرم افزارهای تدوینی در واقع یک ابزاری تو دست ما هستن، مثل دکتری که شاید یه تیغ جراحی دستش داشته باشه، میتونه از برندهای مختلفی باشه، اما اینکه با این تیغ چطوری شما بخواید جراحی بکنید و مریض و بیمار رو نجات بدید، این دیگه به هنر شما بستگی داره، به نگاه شما بستگی داره. یه نکته‌ای که خیلی دوست دارم اینجا بگم، چون حالا محیط دانشگاهی هست و جاش هست واقعا، اینه که بعضی از بچه‌ها فقط فوکوسشون روی یادگیری نرم افزار هستش و تجربه من اینو میگه که این به تنهایی شما رو به اون چیزی که شاید تو ذهنتون دارید نمیرسونه. حتما نیاز دارید که به بحث‌های زیبایی شناسی ورود بکنید، نگاهتون رو به اون بخشا گسترش بدید و مطالعه بکنید تو اون زمینه. و از اون فراتر چیزی که باز به نظرم به خود من کمک کردش، مطالعه تو زمینه ادبیات، فلسفه، نمایشنامه، موسیقی، اینها هستش که بهتون بیشتر کمک میکنه. در واقع بخوام راحت‌ترش بگم، یک شتاب دهنده‌ای برای شما میشه که زودتر به اوج بگیرید و از بقیه فاصله بگیرید تو این زمینه. سوال بسیار خوب و به روزی هستش که خیلی ها میپرسن. ببینید نگاه بکنید تو تمام بخش‌ها در واقع هوش مصنوعی به متخصصین داره کمک میکنه، جاشون رو نمیگیره، اما جای اپراتورها رو چرا میگیره؟ بدون تعارف بخوایم در موردش صحبت بکنیم. مثلا اپراتوری که پای سیستم نشسته و فقط از یک نرم افزار داره بهره برداری میکنه، فقط در مورد اون نرم افزار اطلاعاتی داره، خب قطعاً هوش مصنوعی جایگزینشون میشه تو سالهای آینده و خیلی نزدیک. البته همونطوری که الان مثلا یک روزی من خودم شروع کردم تو ابتدای مسیر سینک کردن صدا و تصویر رو به صورت آنالوگ و با دستگاه‌هایی انجام میدادیم. البته من که خیلی کم باشون کار کردم، ولی به سرعت، یعنی بعدش بلافاصله کامپیوترها جاشون رو گرفتن، ولی خب الان سینک صدا و تصویر با یک کلیک داره انجام میشه و نیازی به اون دقت و وقتی که اون موقع گذاشته میشد نیست. در مورد هوش مصنوعی هم همینطور هستش. ما الان تو استودیوی شادروفیم، تو استودیوی خود من دائما داریم استفاده میکنیم تو بخش‌های مختلف، ولی جای ما رو نمیگیره، خلاقیت شما رو در واقع جایگزینی نیست براش، و اینکه شما در واقع به عنوان اون آرتیست
میخواید که اون کار رو به اون شکل خودتون، با نگاه خودتون ببینید. یه نکته رو من بهتون بگم، مخصوصا تو سوشال الان اینطوریه، از تدوینگرها در واقع، ببخشید من این اصطلاح شاید استفاده میکنم، دارن دستگاه‌های کپی میسازن. یعنی شما میبینید تمام پروژه ها شبیه همدیگه است، تمام ویدیوها، اکثرش، نگم تمامش، اکثرش شبیه همدیگه است. در این بین اونایی که دارن یونیک کار میکنن کارهاشون درخشان‌تر میشه. من یه نمونه بخوام مثال بزنم، مثلا در مورد آقای کیارستمی، کارهاش همیشه ساده بود اما همیشه هم دیده شده، به سطح جهانی هم رسیده. شاید خیلی‌ها از فناوری به صورت گسترده استفاده کردن ولی اونقدر هم کارشون دیده نشده یا مطرح نشده و بین کپی‌های زیادی که شبیه هم هست گم شدن. بنابراین اون نگاه شما هست که توی این مسیر به شما کمک میکنه و هوش مصنوعی و ابزارهای هوش مصنوعی کمک کننده و شتاب دهنده هستن. به طور مثال من بگم، شما یه مدلی از موسیقی رو شاید بخواید انتخاب کنید برای یه بخشی از فیلمتون. خب قدیم باید میرفتید توی یک سایتی وارد میشدید، ساعت‌ها وقت میذاشتید تا اون موسیقی مورد نظر رو پیدا کنید. الان مثلا توی چت جی پی تی شما میرید یه پرامپت بهش میدید که من برای یک سکانس درام 1 دقیقه و 30 ثانیه‌ای که اینجوری شروع میشه اینجوری تموم میشه توش این اتفاق میفته موسیقی میخوام، و اون شروع میکنه براتون سرچ کردن و ارائه دادن موسیقی های مختلفی که به درد اون کار میخوره. خب این زمان شما رو خیلی کوتاه میکنه تو انتخاب موسیقی و سریعتر شما رو به نتیجه لازم میرسونه. بنابراین استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خیلی اهمیت داره. اگر آداپت نیستید باش حتما آداپت بشید و ازشون استفاده بکنید. اما اینکه نگران باشید جایگزین در واقع هنر شما بشه، نه، ولی شاید جایگزین بخش. مثلا یه روزی پرامپت بدیم که آقا این سکانس 5 تا پلان داره، من میخوام از اینجا شروع بشه به اینجا تمام شه، دیگه به جای اینکه من خودم بشینم کلیک کنم و کات بزنم اون کارها رو انجام بده. در مورد بخش رنگ پردازی بخوایم صحبت کنیم، نمیدونم الان شاید به جایی برسه که اون هم در واقع کمک کننده باشه. الان که نه، به خاطر اینکه حجم فایل ها و سایز فایل های پروژه‌های حرفه‌ای خب خیلی بزرگ هستش و پردازشش برای هوش مصنوعی چه به صورت آنلاین چه نرم افزاری خیلی سخته. البته اینکه باز هم به کمک اومده، مثلا توی نرم افزار داوینچی ریزالو الان هوش مصنوعی دقتش چندین برابر شده. توی ورژن 20ش اونایی که حالا پیج منو دارن میدونن، در موردش توضیح دادیم، 100 تا آپدیت جدید اومده روش و AI اسیستنت اسم خودش رو گذاشته، یعنی دستیار تدوین هوشمند دیگه، کاملا تو خودش جنریت میکنه و خیلی اتفاقات رو داره هندل میکنه. بنابراین باز هم داره کمک میکنه برای اینکه سریعتر ما به اون در واقع کاری که میخوایم بکنیم برسیم. مثل یک فریم رو من همیشه تشابه میکنم به یک تابلو نقاشی که ما میخوایم در واقع بگیم که این تابلو چطوری باید رنگامیزی بشه، کنارش چی باشه، بالاش چی باشه. حالا اون ابزارها دارن به ما کمک میکنن که سریعتر به اون نتیجه ذهنی که میخوایم برسیم. یه نکته‌ای رو بگم، برای موفقیت بزرگ توی این مسیر به تنهایی در واقع نمیتونید، توان یک نفر به تنهایی نیست و من به کسایی که جوان‌ترن و دارن آینده نگری میکنن پیشنهادم اینه که حتما به سمت تیمسازی برید، حتما به سمت داشتن آژانس تدوین برید، چون شما به تنهایی از عهده همه کارها بر نمیاید و خب شاید تو ابتدای مسیر کارها سبکتر باشه و خودتون بتونید هندلش بکنید، اما تو طولانی مدت کارهایی هست که از شما انرژیتون رو میگیره، اون انرژی که باید برای بخش اصلی بذارید. یعنی بخش اصلی کجا؟ اون نگاه هنری خودتون رو، مثلا آماده کردن اولیه مسائل تدوینی از بکاپ، سینک و اسمبل و کات‌های اولیه و ساماندهی به پروژه. خب شاید اینا چیزایی باشه که اگه خودتون میخواید براش وقت بذارید توی پروژه بزرگی مثلا یک سریال 20 30 40 50 60 قسمتی خیلی ازتون وقت و انرژی بگیره و خستتون بکنه و زمانی که به اون فرایند اصلی یعنی تدوین نهایی میخواید برسید اون انرژی لازم، اون ببراقی لازم رو نداشته باشید. و از طرف دیگه این گستردگی کار به لحاظ اگر بخوام اون بخش هنریشو کنار بذارم و از
نگاه بزرگتری بهتون بخوام بدم یا ویژن بزرگتر برای اینکه شما به یک شاید یک روزی آکادمی، کمپانی یا هر چیز دیگه ای تبدیل بشید و برند خودتون رو داشته باشید که بخواد براتون فعالیت بکنه، در واقع پایه‌های اولیه‌اش همین تیم سازی هست. حالا باید تمرین بکنید که نگاه‌های دوستان مختلفی که با شما همکاری میکنن رو به خودتون نزدیک بکنید. به طور مثال من الان از دستیارام دیگه میدونن که برای یک سبکی از پروژه ها ما چه تعریفی کردیم، یا در مورد یک پروژه خاص از قبل با هم دیگه صحبت میکنیم که قراره ما این مدل تدوین رو انجام بدیم، یا مثلا توی سریال من یه قسمت رو به صورت پایلوت تدوین میکنم، نقطه نظراتمو میارم، بعد از اینکه با کارگردان با تهیه کننده به نتایج نهایی فرم و سبکش رسیدیم، در واقع بعد دیگه به بچه‌ها میسپارم تا بخوام بخشای بعدی کار رو انجام بدن تا باز به اون مرحله نگاه آخر برسه که بخواد نگاه خودم و اونجا به عنوان فاینال بذارم روی کار. ولی این طرف یه سری از پروژه ها خودتون بهتر میدونید که در واقع بحث‌های بیزینسی دارن، بحثایی هستن که به شما کمک میکنن برای رشد و گسترش. و این نکته هم بهتون بگم، یکی از چیزایی که شاید باعث شد که من راحت‌تر بتونم مسیر فعالیتم تو سالهای میانی کارم انجام بدم و دغدغه‌های مالی که بعضی از دوستان دارن یا هنرجو دارن به من منتقل میکنن رو نداشته باشم و بتونم با فراغ بالتری کارها رو انجام بدم یا پروژه ها رو انتخاب بکنم، بحث همین زمینه سازی تیم بود و کارهایی که شاید آنچنان حالا نشه نگاه هنری روش گذاشتش یا دید هنری بهشون داشت، ولی به لحاظ درآمدزایی برای شما کمک کننده هستن که در کنار در واقع اون پروژه های هنری که میخواید انجام بدید، بحث درآمد و مالی و رتق و فتق زندگیتون رو در واقع انجام بده. این داشتن تعادل بین این دوتا به نظرم خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید با ذهن باز در واقع کارتون رو انجام بدید و دغدغه‌هایی نداشته باشید. من میبینم بعضی از بچه‌ها به یک روزمرگی میافتن و مستهلک میشن توی این کار در طول زمان، یعنی مجبورن دائما پروژه های زیاد بگیرن و متاسفانه بعضی از دوستان با قیمت‌های کمی کار میکنن و این باعث میشه که در طولانی مدت خب شما ساعت زیادی وقت بذارید و خروجی آنچنانی برای شما نداشته باشه. این که میگم دارن از یه سری از تدوینگرا دستگاه کپی میسازن بابت اینکه فقط کارفرما میخواد از شما که شما این کار انجام بدید و تعداد زیاد. این دیگه البته انتخاب خودتونه که بخواید این کارو بکنید یا نه. من همیشه میگم که میتونید یونیک فروشی بکنید، هنر خودتون رو یونیک بکنید، بگید که من به طور مثال آقای آیدین آقداشلو یه دونه تابلو نقاشی تو سال میکشه 4 تا 8 میلیارد تومان قیمتشه، ولی خب خیلی نقاشای دیگه هستن که مجبورن هر روز از صبح تا شب نقاشی بکنن، فریم های زیادی رو طراحی بکنن و قیمت آنچنانی هم کاراشون نداره، به خاطر اینکه خب دائما دارن کپی میکنن و از اون کپی تعداد زیادی وجود داره. سوال دیگه اگه هست من در خدمتتونم. زنده باشید. مرسی. بله، از آقای موحد شادروی عزیز برای حضورشون و نگاه دقیق و ارزشمندشون صمیمانه ممنونیم. تدوین هنر دیدن جزئیاته و شما جناب شادرو این دید رو با ما قسمت کردید، خیلی ممنون و متشکریم. بیش از دعوت از یکی از چهره‌های پرتجربه و پر انرژی صحنه تئاتر دعوت می‌کنم همراه بشیم با تیزری کوتاه از گوشه‌ای از مسیر هنری جناب آقای علیرضا ناصحی. این دید رو با ما قسمت کردید، خیلی ممنون و متشکریم. بیش از دعوت از یکی از چهره‌های پرتجربه و پر انرژی صحنه تئاتر دعوت می‌کنم همراه بشیم با تیزری کوتاه از گوشه‌ای از مسیر هنری جناب آقای با افتخار دعوت می‌کنم از بازیگر توانمند و صمیمی صحنه‌های تئاتر آقای علیرضا ناصحی تا با حضورشون رنگ صدا و تجربه رو به این روز هنری اضافه کنن. خواهش می‌کنم تشویق بفرمایید.
ببخشید. سلام. کسی که تو کار هنره، ببخشید صدام در نمیاد، همیشه دانشجوه. حتی منی که الان سالها دارم تئاتر کار میکنم و موسیقی کار میکنم و هرچی، هممون یاد میگیریم. به قول استاد سمندریان، اون روزی که هنرمند و بازیگر بگه من بازیگر شدم، تموم. و ما باید بریم. حالا یه سری آدم اومدن، به قول فرمایش استاد قلمی، مثل کوبریکا و هیچکاکا و یه کارایی کردن تو این دنیا. شما باید ادامه روی اون کارا باشین. یک چیز دیگه هم که خیلی مهمه، بیان شخصیه. صحبت سر دکوپاژ بود. خب چیزایی که گفتین خیلی کلاسیکه. خیلی وقتا یه ایده میتونه توی ذهن شما پرورش پیدا کنه و اون بره روی پرده سینما. الان این کاری که من کردم میتونه یه دکوپاژ داشته باشه. دکوپاژ توی تئاتر این شکلیه که هر کدوم از تماشاچی‌ها این اختیار رو دارن که چه نمایی بگیرن. الان از بسته دستگلی که تو دست منه یا صورتم، یا اون چه شکلیه، اونی که تو پنجره است، پنجره چه شکلیه، تو شاتمونه، لانگ شاتمونه. ولی سینما یه خود خودخاطره. کارگردانه که تصمیم میگیره، میگه نقطه دید من اینه، از نقطه نظر من اینه. واسه همین خیلی مواقع 50-50 سینما. یه سری آدما خیلی موفق میشن توش چون سلیقه خیلی بزرگی دارن، یه سری هم نه. هرچی بیشتر زحمت بکشیم هممون و این ناخودآگاهمون رو هی غنی‌تر بکنیم، این اتفاق بیشتر توش میفته. خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم. مرسی. یک بار دیگر تقدیم تشکر میکنم از همه شما میهمانان عزیز ارجمند، اساتید محترم و مدیریت محترم دانشگاه علمی کاربردی جناب دکتر حسینی. خواهش میکنم خودتون رو تشویق کنید. از آقای علیرضا ناصری عزیز برای صحبت‌های پر از حس و تجربهشون و نمایش بسیار زیباشون صمیمانه سپاسگزاریم. صدای شما جناب استاد صدای صحنه بود، گرم، بی‌پیرایه و ماندگار. وقتشه دوباره تصویر و صدا در آغوش هم بیفتند. اجرای زنده از نوای سازها همراه با تصویری که در پس زمینه روایت خودش رو زمزمه میکنه. دعوتتون میکنم به تماشای قصه‌ای که نه فقط شنیده که حس میشه، با اجرای زنده موسیقی و تیزر تصویری همراهش. تشویق بفرمایید. متشکرم.
بسیار عالی. خدمتتون عرض کنم که هر مجموعه‌ای برای پیشرفت به نگاهی روشن، مدیری دلسوز و اندیشه‌ای راهبر نیاز داره و بی تردید در مسیر رشد و بالندگی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 نقش هدایتگر و پرثمر ریاست محترم حضوری بی‌بدیل و تأثیرگذار بوده. اکنون با افتخار و احترام دعوت میکنم از جناب آقای دکتر حسینی، رئیس فرهیخته و اندیشمند دانشگاه، تا با سخنان ارزشمندشون روشنی این مراسم رو دوچندان کنن. خواهش می‌کنم تشریف بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت مهمانای محترم و دانشجوهای خوبم. فقط هماهنگی نبود، من نمیدونم، حالا آقای قلمی لطف کردن و میکروفون رو در اختیار بنده گذاشتن. خب این صدایی که حالا گذاشته بودن، کار تدوینی که انجام داده بودن، فکر کنم منظورش با من بود که زور میگه حسینی. خب اب نداره، حالا زور میگم حقتونه، چون زیاد سخت نیست و شماها باید خب به درجات علمی بالاتر برسین و واقعا هنر، بچه‌ها من هنرمند نیستم، خودتون هم میدونین، دکترای من جامعه شناسیه، ولی میتونم بگم عاشق هنرمندام، چون انقدر شماها خوبین، انقدر حالمو خوب میکنین و این 10 روز نمایشگاه که فکر میکنم الان 6-7 روزش رفته و تقریبا داریم به روزهای پایانیش میرسیم، هر روز امیدوارتر میشم و برای ترم بعد براتون یه فکره دیگه هم کردم. یعنی اصلا ترم بعد شرایط سخت‌تر میشه، مطمئن باشین با این شور و حال نیستین و شور و حالتون بیشتر میشه و به قول قدیمی‌ها، نه من، همینی که هست، درست. و کیف میکنم که پیش شماها، کیف میکنم که این هنرهای شما رو میبینم. امروزم اگر دیر رسیدم عذرخواهی میکنم ازتون، چون جلسه هوش مصنوعی بود توی واحد استانی و تمام رؤسای مراکز بودن، تازه داشتن تصمیم میگرفتن از چه هوش مصنوعی استفاده بکنن. بچهای واحد 48 تمام گروه‌ها دارن با هوش مصنوعی کار میکنن. این تفاوت شماست، این تفاوت تک تک شماست که به خودتون افتخار کنین، به پدر مادرتون افتخار بکنین. ریالیتی شویی که ترم پیش تدوین انجام داد و تونست مقام برتری رو داشته باشه، نشون داد که رشته تدوین فقط یه رشته‌ای نیست که در یک سایت کوچیک کامپیوتر پایین جلو بره، میتونه فضای بزرگتر، سالن‌های بیشتر و کارهای بیشتر رو انجام بده و این ترم هم مثل همون ترم تو همین مسیر حرکت کرده. شنیدم نظم خیلی خوبی داشتن بچه‌ها، مسیر خیلی خوبی رو رفتن و به همشون تبریک میگم. یه کارت قشنگی هم حالا از ما انیمیشن درست کردن، روی صفحه گذاشتن، روی صندلی گذاشتن و اومدم نگاه کردم، اصلا کلا حال و هوامو عوض کرد. از اون جلسه خشک بیروح و داستانداره که فقط توضیحات بود که تازه تو گوشیاشون داشتن رئیس مرکز چت جی پی تی نصب می‌کردن که چی هست. اصلا من می‌خواستم بگم بچه‌های کاردانی ترم اولمو میارم ببینین چه چیزی هست. پس بچه‌ها خودتون رو برسونین، از مولدها استفاده کنین، از شرایط اپ‌های جدید استفاده کنین. شما دانشجویین، دانشجو یعنی باید کسی که هر لحظه خودش رو بروز کنه. شما بچه‌ها باید بهتر از ما باشین، بهتر از من رئیس دانشگاه باشین، باید بهتر از آقای قلمی باشین. اگر همچین چیزی نباشین اشتباهه. من سر کلاس‌های خودم که میرم، حالا تو دانشگاه دیگه دارم تدریس میکنم، دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دیگه، همیشه میگم دانشجو باید بهتر از استادش باشه. اشتباه نکنین که من حسینی باید بهتر باشم. اگر شماها بهتر بودین برنده بازی هستین و آینده رو گرفتین. چون اگر این بهتری ها نبود، توی قصر حجر و داستان‌های دیگه تو کوه هنوز مردم زندگی میکردن. الان هوش مصنوعی اومده. طبق پیشبینیایی که شده تا سال 2030، یعنی بچه‌ها 5 سال دیگه دور نیستیم، 2025یم، 5 سال دیگه میشه 2030. تو سال 2030 پیشبینی که کردن، بیشتر کارها، مولدها، پنلها
دسترسی ها همه داره با هوش مصنوعی انجام میشه. یعنی دقیقاً خیلی از کارهایی که قبلا با سرچ گوگل و اینا انجام میشد عوض میشه داستانش و بحث کاریش میشه با هوش مصنوعی. پس خودتون رو بروز کنیم. ببین چقدر دارم تاکید میکنم. یه روزی حسینی اومد این بالا به تک تکتون گفت نداشته باشی هوش مصنوعی و کار بلد نباشی با هوش مصنوعی نمیتونی بازار کارتو بگیری تا 5 سال آینده. شما جوونی، شما دهه هستین که باید این مسیر رو برین و افتخار میکنم بازم به بچهای تدوین باریکلا به مدیر گروه خوب تشکر میکنم. احسن این مدیر گروه خوب که اینقدر با بچه‌ها هماهنگ و دست همتون هم درد نکنه. به افتخار خودتون دست بزنید. ممنون. تو بگیری تا 5 سال آینده. شما جوونی، شما دهه هستین که باید این مسیر رو برین و افتخار میکنم بازم به بچهای تدوین باریکلا به مدیر گروه خوب تشکر میکنم. احسن این مدیر گروه خوب که اینقدر با بچه‌ها هماهنگ و دست همتون هم درد نکنه. به افتخار خودتون دست بزنید. ممنون. شما جوونی، شما دهه هستین که باید این مسیر رو برین و افتخار میکنم بازم به بچهای تدوین باریکلا به مدیر گروه خوب تشکر میکنم. احسن این مدیر گروه خوب که اینقدر با بچه‌ها هماهنگ و دست همتون هم درد نکنه. به افتخار خودتون دست بزنید. ممنون. همه چیز از یه ایده شروع شد. یه جرقه کوچیک وسط یه صبح معمولی تو دانشگاه علمی کاربردی واحد 48. همون روزی که چند تا دانشجوی پر انرژی تو اتاق انجمن کانون دور هم جمع شده بودند. یکی گفت بیاین کارامونو توی نمایشگاه بذاریم. یکی دیگه پرسید ولی کجا؟ کلاس که کوچیکه. و همون لحظه یه صدا با شور گفت باغ کتاب. از همونجا رویا رنگ جدی به خودش گرفت. تماس ها شروع شد. ایمیل ها فرستاده شد. هماهنگی با اساتید، گرفتن مجوزها، دعوت دانشجوها. هممون وسط یه طوفان کاری افتاده بودیم. ولی با لبخند. پوسترها طراحی شدند. روی بوردها چسبوندیمشون و حتی ویدیو معرفی ساختیم. همه جا پر شد از یه انرژی تازه. بعد نوبت رسید به آماده سازی آثار. هر کسی یه کاری داشت. یکی طراحی میکرد، یکی موسیقی میساخت، یکی فیلم تدوین میکرد. اونجاست که جادوی تدوین شروع میشه. هر فریم، هر صدا، هر رنگ با دقت و عشق کنار هم چیده میشن تا یک رویا روی پرده جان بگیره. و بالاخره روز بزرگ رسید. صبح زود با جعبه ها و قاب ها و کلی هیجان رسیدیم باغ کتاب تهران. دکور زدیم، نور تنظیم کردیم، صدا تست کردیم. نفس هامون به شماره افتاده بود. درها باز شدن. مهمون ها اومدن. اساتید، دانشجوها، خانواده ها. هر کسی با نگاهش تشویقمون میکرد. ما هم میگفتیم، نشون میدادیم، توضیح میدادیم و دیده میشدیم.
مهدی فرهمند تنها مسئول کانون، هماهنگ کننده اصلی فعالیت‌ها، پروژه‌ها و ارتباط داخلی، مسئول بر اجرای برنامه‌ها و انسجام بین اعضا و نظارت بر عملکرد اعضا. مبینا گودرزی مسئول روابط عمومی و ارتباط با رسانه‌ها، برنامه‌ریزی جهت معرفی فعالیت‌های کانون در رسانه‌های داخلی و بیرونی، پوشش خبری، گزارش‌نویسی، ارتباط با خبرگزارها، مجلات و نشریات هنری. آتنا صدری مسئول واحد تحلیل و پژوهش، بررسی و تحلیل فیلم‌ها، نگارش مقالات پژوهشی، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی. مهشید خلیجی مسئول واحد تولید پروژه، مدیریت پروژه دانشجویی و آثار هنری، هماهنگی تیمی عالی و خروجی کاری. شادی نفرک مسئول آموزش و برنامه‌ریزی ورکشاپ‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای جلسات آموزشی تخصصی، مسئول هماهنگی اساتید مهمان و ورکشاپ‌های مهارتی. حسین بخشی مدیر فنی واحد رسانه. آیلین اسحاقیان مسئول مستندسازی و بایگانی، ثبت آرشیو فعالیت‌ها، نگهداری سوابق تصویری و متنی، تدوین گزارش‌های تصویری و مستند از رویدادها. میثاق حیوری مسئول پشتیبانی فنی و تجهیزات، مدیریت تجهیزات فنی مورد نیاز برای ورکشاپ‌ها و پروژه‌های تدوینی، آماده‌سازی فضای فنی و کنترل سلامت و عملکرد ابزارها در برنامه. مهندس یوسفی مسئول پیگیری آثار دانشجویی و ارتباط با هنرجویان، جمع‌آوری و بررسی آثار برای نمایشگاه، پاسخگویی به دانشجویان و هماهنگی ارسال‌ها. نفیسه علی اکبری مدیر واحد تولید محتوا، تدوین و تولید محتوای متنی، تصویری و ویدیویی برای رسانه‌های کانون، مسئول تقویم محتوایی و دانستنی‌های سینمایی. عارف نیکوسخن دبیر کانون، مدیریت امور اجرایی و اداری، پیگیری جلسات، پشتیبانی ارتباطات داخلی. سلام، احسان قرداغی هستم، تصویربردار کانون تدوین واحد 48. سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه، دانشجویان خوب سینما و همیشه پر انرژی باشید. سینماتوگراف دستگاه جادویی برادران لومیر بود که ابتدا جادو میکرد و مردم ازش وحشت میکردن و بعد هم از دیدنش لذت بردن. امروز هوش مصنوعی به کمک سینماتوگراف اومده و باز هم داره جادو میکنه، ولی یه چیز یادتون نره: خلاقیت، خلاقیت و خلاقیت. بدون خلاقیت شما سینما هیچی نیست. پس خلاق باشید و خلاقیتتون رو به کار بگیرید و تصویر جدید خلق کنید. مثل همیشه پر انرژی و پر قدرت. آخرش هم نوبت به اهدای جوایز رسید. بچه‌ها رفتن روی سن، صدای تشویق بلند شد، ولی برای ما مهمتر از جایزه خود بودن توی اون فضا بود. خود ساختن این مسیر از دل یه ایده تا دل این نمایشگاه. حالا برگشتیم با یه عالم خاطره، تجربه، انگیزه و یه قول کوچیک بین خودمون تا سال بعد نمایشگاه بعدی. خب، من از محمد فرهمند و دوستان عزیزم تشکر میکنم. بچه‌ها انقدر مهم از سفید نیست البته، ولی خیلی متشکر از اینکه انقدر شیک و قشنگ. حالا من آقای دکترم عذرخواهی میکنم دیگه، من و آقای دکتر رو حالا به عنوان سوژه‌های کار قرار دادین. اگر همین انرژی رو تا انتها داشته باشید، من به جرئت میتونم بگم سال بعد هم انشاءالله یکی از بهترین آثارهای دکتر با کمک شما ما بفرستیم برای جشنواره‌های جهانی وقتی بچه‌ها اینجوری کار میکنن. ولی یه مقدار لطفاً روی موثر من فکر کنید. من حالا گذاشتم طبیعی نچرال باشه دیگه، اینقدر هم سفید نیست دیگه، اینجوری سفید چیزش نکنید. دست شما درد نکنه. بازم متشکرم، ممنون و از محمد فرهمند و عارف نیکوسخن و بقیه دوستان تشکر میکنم.
امیدوارم که همیشه پر انرژی باشید و خلاق باشید. ببخشید. بله. در مسیر رو به جلوی هنر همیشه نقطه هایی هستن که ثبت میشن، مثل قاب یه پلان ماندگار یا شروع فصلی تازه. حالا نوبت به رونمایی رسیده. افتخار داریم اعلام کنیم که وبسایت رسمی کانون تدوین واحد 48 با نام سینما کات به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد و میکنه. جایی برای دیده شدن، برای همصدا شدن، برای ماندگار شدن. دعوت میکنم همراه باشیم با لحظه رونمایی از این مسیر تازه که به عشق تدوین روایتش میکنیم. دعوت میکنم از دکتر حسینی عزیز و استاد علمی که هستن و استاد دیگر که در خدمتشون باشیم. عزیزان خواهش میکنم تشویق جانانه بفرمایید. لحظه بسیار زیبایی هستش این لحظه. زحمات دوستان. بله بله آیه شادو تشریف بیارید. بله جناب نصیر، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. تشریف بفرمایید خواهش میکنم. این لحظه بسیار بسیار خوب و دیدنی. بله بفرمایید. با کسب اجازه از بزرگوارا و اساتید محترم دانشگاه واحد 48 و دکتر حسینی، ما وبسایتی که آوردیمش بالا وبسایت سینما کات 48 هستش. ما داخل اون مقاله های اساتید و بزرگوارمون رو نشر میدیم و آثار بچه‌هایی که و الان همین آثار برگزیده تدوین نمایشگاهمون رو داخل پلتفرم های یوتیوب و آپاراتمون بارگذاری میکنیم و لینکش رو داخل سایتمون میذاریم و ما 5 تا پلتفرم فعال کردیم که همشون روی سایت هست و میتونید که دنبال بکنید. بقیه مطلب های تخصصی سایت رو بارگذاری میکنیم انشالله روش و دانشجویان و اساتید میتونن هم این سایت واسه هم دانشجویانه هم واسه اساتید که مقاله هاشون باشه و آثار دانشجوها دیده بشه و هر کسی که میخواد آثارش درون سایت زیر مجموعه دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 هست رونمایی میکنیم ازشون. به تمام میفرستین با کلیدواژه اسم خودتون هستش. با کلیدواژه اسم خودتون هستش، یعنی اگر آثاری که داری تولید میکنی چه تو مسیر درسی که داری تو این 2 سالی که حالا یا کاردانی یا کارشناسی هستی میتونی کار خودت رو اینجا نمایش بدی و با کلیدواژه آثار خودت که وقتی الان توی هوش مصنوعی یا توی گوگل سرچ میکنی اسم خودت میاد بالا و آثارت پخش میشه. دیگه احتیاجی نیست که حتما یه سایت جدیدی داشته باشی و هاست و دومین این هاست هم در اختیار خود دانشگاه هست، یعنی خیالتون راحت که اتفاقی برای این سایت نمیفته و تو مسیر خود دانشگاه حرکت میکنه. دست بچه‌های قانون هم درد نکنه که زحمت کشیدن تا اینجا آوردن. به افتخارشون هم دست بزنید که
با کسب اجازه از اساتید بزرگوار و دکتر حسینی ما استاد برترمون رو جناب آقای فاتح پور اعلام می‌کنیم خدمتشون. و برگزیده گروه برتر دانشگاه وقتی که آثارشون برای ما ارسال کردن اساتید داوری کردن و ما گروه برترمون شد گروه بخش هوش مصنوعیمون که بقیه آثار هم ما میگم هم تو سایت بارگذاری میکنیم که شما حضار بتونید نگاه کنید و دانشجوها هم بتونن آثارشون رو تو سایت ببینن. خانم زهرا عباسی، آقای پرویز حسنلو، آقای محمد تقی‌پور، آقای محمد علی اسماعیلی و آقای میثاق و مبینای گودرزی تشریف بیارن. لطفاً شایسته تشویق بفرمایید این عزیزان رو، بسیار پرتلاش بودن در حضور خانواده‌های محترم دانشجویان. خواهش می‌کنم تشویق جانانه بفرمایید. کسب اجازه مجدد ما یه تقدیر و تشکر داریم از جناب دکتر آقای حسینی که همیشه کنار ما بودن و همیشه برای دانشجوها بهترین واسه ما انجام میدن و همیشه دوست دارن دانشجوها بالا باشن و کارشون دیده بشه. به افتخار آقای دکتر حسینی. تندیس هم داریم ما برای مدیر گروهمون استاد قلمی که همواره تو این نمایشگاه در کنار ما بود و همیشه حامی ما بود. سلامت باشید. آقای ناصری. ما یه بخش هم داریم، بخش دفتر دانشگاهمون که دست خانم فریدون نژاد هستش. خانم فریدون نژاد خیلی زحمت میکشن و ما گفتیم که بابت تمام این زحمت رو ازشون تقدیر و تشکر کنیم که به روی سن بیاد و تشکر میکنیم از جناب آقای موحد شادرو. خیلی تشکر میکنیم بابت اینکه اومدید واسه ما تجربیاتتون استفاده کردیم. ان شاءالله ما هم عین شما مسیر رو ادامه میدیم. بفرمایید. بعد تندیس بعدم به آقای علیرضا ناصری بابت اجرای زیباشون بابت تئاتر. با کسب اجازه من دعوت میکنم از بچه‌های موسیقی واحد 48 که توی این نمایشگاه به ما کمک کردن و آثار سینمایی نواختن و به روی صحنه بیان که ازشون تقدیر و تشکر کنیم. بچه‌ها خوشم. خانم زینب مسیبی
خانم مهدیه عالیشی. استاد صحنه بسیار زیبایی، قاب بسیار زیبایی همونطور که مشاهده میکنید. خواهش میکنم به احترام اساتید محترم و بزرگان این عرصه قیام کنید و با افتخار برای این عزیزان دست بزنید. خیلی خیلی متشکرم. یک عکس دست جمعی هم داشته باشیم انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. بله شما و اگر دانشجوهای عزیز دوست دارن تشریف بیارن بالا و عکس دست جمعی بگیرن خیلی خیلی خوشحال میشیم. تشریف بیارن بالا، دانشجویان عزیز بیان بالا. و حالا به پایان رسید قصه امروز ما، قصه ای که با صدای ساز و تصویر، با واژه و احساس نوشته شد به دست شما عزیزان، با دل شما برای هنر. از همراهیتون، از لبخندهاتون، از صبوریتون و از تمام لحظه هایی که شنیدید، دیدید و حس کردید با دلترین سپاس قدردانی میکنیم. تا روایت بعدی، تا قاب بعدی، تا نوری که دوباره بر پرده میتابه، بدرود و با امید دیدار در فصلهای تازه سینماکات. تشویق بفرمایید. قدردانی میکنیم. تا روایت بعدی، تا قاب بعدی، تا نوری که دوباره بر پرده میتابه، بدرود و با امید دیدار در فصلهای تازه سینماکات. تشویق بفرمایید. میکنیم. تا روایت بعدی، تا قاب بعدی، تا نوری که دوباره بر پرده میتابه، بدرود و با امید دیدار در فصلهای تازه سینماکات. تشویق بفرمایید.